پیامبر سوال کرد، گفت با فکر شما پهلوان کیه؟ گفتیم همون نفری که پشت حریف و در خاک مالید هم پهلوانه. گفت نه، پهلوان در امت ما کسی است که غضب شو فرو میبره. بعد از آن میگه پرسید که به اولاد کیه در بین ما؟ گفتیم نفری که فرزند نداره. گفت نه، به اولاد کسی هست که فرزنداش در حالت خوردی از دنیا نگذشتند. اگر هر کسی را فرزندش در حالت خوردی از دنیا گذرد، این در او دنیا مقصد دستگیر دارد، در اوجا فرزند دارد. بعدا میگه گفتن فقیر کیست؟ این فقیر همون نفرهایی هستند که مال ندارن، خوردنی ندارن. گفت نه، فقیرهای روز قیامت کسانی هستند که در دنیا پول داشتند ولی احسان نکردن، خیر نکردن. در میدان قیامت اینها فقیرهای روز قیامت هستند.